محترم شرکت کنندگان فورم، خانم ها و جنابان، همه شما را از نام مردم تاجیکستان به فورم بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه 2023 خیر مقدم میگویم. طی چند روز در دایره آمادگی به برگزاری فورم امروزه شما مهمانان و صاحبکاران گرامی با دستاوردهای تاجیکستان صاحب استقلال از نزدیک آشنایی پیدا کردید. برگزاری فورم های سرمایه‌گذاری و صاحبکاری برای اشتراکچیان آن جهت مکالمه، بررسی و دریافت راه‌های حل مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادیات منطقه و جهان امکانیت مساعد فراهم می‌آورد. در برابر این چنین چاره‌بینی‌ها باعث گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان کشورها و بخصوص بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران مساعدت می‌نمایند. امروزها جامعه جهانی به رشد بخش خصوصی و نقش آن افضلیت می‌دهد و این فعالیت را همچون یکی از عامل‌های مهم پیشرفت اعتراف می‌نماید. حکومت تاجیکستان در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 با تأمین نمودن پیشرفت بخش خصوصی توسط جلب سرمایه اعتبار مخصوص ظاهر کرده آن را یکی از هدفهای سیاست اقتصادی اعتراف نموده است. ما دایر به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و دسترس و ساده گردانیدن رسمیات مأموری منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده‌ایم. حاضرین گرامی، در اساس نقش تاریخی مردم کهن‌بنیاد تاجیک و تجربه تاجیکستان صاحب استقلال در سمت استراتژی درهای گشاده، ما رشد رابطه‌های همکاری را با شریکان اقتصادی و تجارتی خود بسیار مهم ارزیابی می‌نماییم. با این مقصد جهت وسیع نمودن جغرافیای جلب سرمایه و ساده‌گردانی وارد شوی به اقتصاد کشور ما در تمام سمت‌ها اصلاحات را عملی کرده ایستاده‌ایم. امروز تاجیکستان با زیاده از 180 کشور دنیا مناسبت‌های دیپلماتی دارد و صاحبکاران ما در میان دایره‌های صاحبکاری همچون شریکان با اعتماد اعتراف گردیدند. رویخط کشورهای بی‌روادید و از نظام ساده کرده شده گرفتن روادید استفاده کننده منتظم وسیع گردیده پرره با نظام الکترونی عملی کرده می شود. با خیرگیری فعالیت صاحبکاری که قدم دوم آغاز فعالیت می باشد، در کشور ما به طور الکترونی و رایگان برآمده شده است. با طلبات معاصر جوابگو نمودن قانونگذاری تنظیم کننده فعالیت بخش خصوصی سمت دیگر مهم سیاست اصلاحات در تاجیکستان محسوب می آمد. از جمله در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی شرایط مساعد فعالیت کفالت داده می شود. اینچنین سرمایه‌گذاران خارجی حقوق به بیرون از حدود تاجیکستان انتقال دادن مبلغ درآمد
با اسعار خارجی در نتیجه فعالیت سرمایه‌گذاری و استحصالی به دست آوردهشان را دارند و جهت انجام دادن دیگر عملیات اسعاری برای آنها کفالت قانونی پیشبینی کرده شده است. منتظم کم یا اختصار کردن حجت‌های اجازتنامه‌دهی و اجازت‌دهی روند ساده‌گردانی سطح مأموری را تأمین نموده با این وسیله برای گذریش به قدم سیوم راه اندازی فعالیت سرمایه‌گذاری زمینه گذاشته می شود. در دایره اصلاحات نظام اندازبندی و مأموری کنانی انداز تا امروز یک قطار تدبیرهای نظررس اندیشیده شدند. کاهش دادن معیارها، اختصار بعضی نمودهای انداز، راه اندازی ترتیب الکترونی پیشنهاد اعلامیه‌های انداز و حسابات انداز، کم کردن شماره سنجش‌ها و حمایه منفعت‌های قانونی سوبیکت‌های صاحبکاری از جمله همین تدبیرها به حساب می‌رود. سرمایه‌گذاران جهت برآمدن همکاری توسط تشکیل کارخانه مشترک یا در اساس سازشنامه‌های شریکی دولت و بخش خصوصی، کنسسیون‌ها یا سازشنامه سرمایه‌گذاری حقوق آزاد انتخاب را دارند و این روند در دایره قانونگذاری پرره تنظیم گردیده است. در کشور با مقصد تأمین نمودن زمینه استوار عملی سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری، مکانیزم به امضا رسانی سازشنامه سرمایه‌گذاری که دارای امکانیت پیشنهاد امتیاز سبکی و کفالت‌های علاوه‌ای می باشد، وسیع برآمده شده است. امروز تاجیکستان با زیاده از 40 کشور خارجی آید به هوسمندگردانی و حفظ متقابله سرمایه‌گذاری سازشنامه امضا کرده است. محترم شرکت کنندگان فورم، در دوام 10 سال آخر به اقتصادیات کشور ما با مبلغ بیش از 110 میلیارد سامانی سرمایه خارجی وارد گردیده است که از آن زیاده از 44 میلیارد سامانی را سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. حالا در کشور زیاده از 82 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی بیش از 45 میلیارد سامانی عملی شده ایستاده است. عضویت کشور ما در سازمان عمومی جهانی سودا و یک قطار کنونسیون‌های بین المللی آید به حمایه حقوق سرمایه‌گذاران گواه مطابق بودن قانونگذاری تاجیکستان با معیارهای بین المللی می باشد. سمت‌های افضل‌انداک سیاست سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ساحه‌های آینده‌دار اقتصادی آن با در نظر داشت خصوصیت‌های جغرافی، ذخیره‌های طبیعی و دیگر امکانیت‌های موجوده معین گردیدند. یکی از چنین سمت‌ها انرژی سبز، یعنی بنیاد انشاءات هیدروانرژتیکی قبل از همه نیروگاه‌های برقی آبی، آفتابی و بادی می باشد. هیدروانرژتیکا که در کشور ذخیره‌های آن همگی 4-5% استفاده می شود، یکی از ساحه‌های مهمترین تأمین نمودن رشد منبعده اقتصادیات کشور ما به حساب رفته
در این سمت لایحه‌های سرمایه‌گذاری زیاد عملی شده ایستادند. حالا در تاجیکستان یکی از بزرگترین لایحه‌های گیدروانرژتیکی نیروگاه برقی آبی راغون با اقتدار 3800 مگاوات عملی شده ایستاده است که امکانیت با برق تازه تامین نمودن نه تنها کشور ما بلکه کشورهای منطقه را نیز دارا می باشد. ما نقشه داریم که در آینده نزدیک از حساب بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی نو و تجدید نیروگاه‌های موجوده اقتدار انرژتیکی مملکت را علاوه 4000 مگاوات افزایش دهیم. با وجود آنکه تاجیکستان از روی فائض استحصال برق از حساب منبع‌های تجدید شونده یعنی انرژی سبز در جهان جای ششم را می‌گیرد و از روی کم بودن حجم پرتوهای گلخانه‌ای نیز یکی از جاهای بلندترین را اشغال می‌کند، مسئله تغییر آبی گلوبالی اقلیم و پیامدهای نامطلوب آن همیشه در مرکز توجه ما قرار دارد. سالهای آخر برای تأمین دائمی اهالی و استحصال کنندگان با انرژی سبز بیش از 1300 مگاوات اقتدارهای علاوه‌ای به کار انداخته شدند. پیشرفت آینده جهان با انرژی سبز که از منبع‌های برقرار شونده استحصال می‌گردد وابستگی زیاد دارد، زیرا آن عامل مهمی تأمین نمودن ترقیات با ثبات اقتصادی و اجتماعی، تشکل اقتصاد سبز، حفظ محیط زیست، علخصوص کاهش پرتوهای گاز کربن می باشد. اقتدار تاجیکستان در سمت استحصال انرژی از منبع‌های برقرار شونده خیلی وسیع می باشد، چون که کشور ما در کمربند آفتابی جهان قرار داشته. دوامناکی روزهای آفتابی در یک سال از 2000 تا 3000 ساعت را تشکیل می دهد. ضمناً خاطررسان می نمایم که محصولات با استفاده از انرژی سبز استحصال شده در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از پرداخت‌های اکولوژی از جمله اندازه گاز کربن آزاد می باشد. صاحبکاران محترم با یک نقطه مهم توجه نمایند که در تاجیکستان اساسهای اقتصادی سبز مهیا گردیدند. امکانیت‌های سرمایه‌گذاری عرصه اقتصاد و بخش‌های دیگر رشد تاجیکستان با تطبیق لایحه‌های کلان و میانه و خرد ارتباط دارند. تطبیق لایحه کاسه هزار که شبکه‌های برقی کشورهای آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی پیوست می‌کند، مثال واضحی امکانیت‌های ذکر گردیده می‌باشد. قلمرو تاجیکستان از ثروت‌های زیر زمینی بایست و این عامل برای رشد صنعت استخراج معدن زمینه استوار فراهم آورده است. در جمهوری تاجیکستان 600 کان معدن‌های فایده‌ناک، متال‌ها و سنگ‌های قیمت‌بها کشف و برای از خود نمودن آماده کرده شدند. ولی امروز تنها 10 کان مورد استفاده بری قرار دارد که در آنها بیش از 40 نمود معدن استخراج کرده می شود. بخش استحصالات صنعتی می تواند سمت دیگری آینده داری
همکاری های ما باشد. خاطر نشان می نمایم که 5 سال آینده در تاجیکستان سالهای صنعتی کنانی کشور اعلان شده است. تطبیق طرح و لایحه‌ها در ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، متالورژی، ماشین سازی، کیمیا، استحصال مصالح ساختمان و داروسازی با وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر و توسط کارکرد پوره ذخیره‌های اشیاء خام کشور از جمله کندنی‌های فایده‌ناک، محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش افضل‌الناک میباشد. در این روند تا به حال یک قطار برنامه‌های ساحوی تطبیق گردیدند که به توسعه کارکرد اولیه اشیاء خام صنعتی و محصولات کشاورزی تا محصولات نهایی دارای ارزش بلند علاوه شده مساعدت نمودند. حالا برای استفاده هرچه بیشتری اقتدارهای صنعتی و افزایش دادن کارکرد اشیاء خام وطنی از جمله نخ پخته و آلومینی سبز تا محصولات نهایی یک قطار امتیازها پیش بینی شده. جهت رشد این ساحه‌ها از جانب حکومت تاجیکستان برنامه‌های مخصوص قبول گردیدند. تاجیکستان با در نظر داشت استفاده آلومینی سبز، انرژی سبز، لیتی و امکانیت‌های وسیع صادراتی می‌تواند من بعد مکان استحصال الکترومبیل‌ها گردد. از جانب حکومت مملکت برای ساختمان اکثر انشاءات مهم و وارداتی تجهیزات و تکنولوژی‌های زمانوی نیز یک سلسله امتیازها مقرر گردیدند. علاوه بر این در کشور تشکل منطقه‌های صنعتی ادامه دارد. این منطقه کارخانه‌های کارکرد نفت، سمنتبراری، نساجی، خوراکواری، متالورژی و تولید محصولات صنعت کیمیا را در بر خواهند گرفت. در منطقه‌های آزادی اقتصادی ما برای سرمایه‌گذاران و صاحبکاران خارجی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. شما نیز سرمایه‌گذاران محترم می توانید در پیشبرد فعالیت استحصالی این منطقه ها با ثمر و فعالانه اشتراک نمایید. در کشور ما با مقصد بهتر نمودن شرایط انفراساختاری تدبیرهای ضروری عملی شده ایستادند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 2000 کیلومتر راه‌های زمانوی ماشینگرد، 190 کیلومتر راه آهن و زیاده از 30 کیلومتر لق‌های ماشینگذر مورد استفاده قرار داده شدند. اشتراک سرمایه‌گذاران در عملی نمودن لایحه‌های انفراساختاری کشور همکاری‌های اقتصادی را در منطقه به سطح صفتاً نو می‌رساند و ما امید داریم که شما حاضرین محترم این نکته مهم را در مد نظر خواهید داشت. در حدود تاجیکستان 13,000 پیریک موجود بوده. 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی در حدود کشور ما تشکل می‌یابند. طبیعت زیبا و اقلیم مساعد تاجیکستان امکان می‌دهد که میوه و سبزوات خوش‌صفت و از لحاظ اکولوژی تازه پرورش کرده شود. از این لحاظ کشاورزی یکی از ساحه‌های مهمترین افضل‌الناک در رشد کشور به حساب می رود. در این جاده برای سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های باثمر امکانیت‌های جالب موجودند.
با استفاده از امکانیت‌های موجوده طبیعی، تأسیس دادن کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های استحصال دارواری، چرمداری و زنبور عسل پروری کار کرد و صادرات میوه و سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی، همچنین آب بلندصفت نوشاکی با مقصد برآوردن محصولات و بازارهای خاور نزدیک و میانه برای شریکان ما از لحاظ اقتصادی فایده آور خواهد بود. واقعاً تاجیکستان از روی ذخیره‌های آب با صفت آشامیدنی نیز در جهان یکی از جایهای نمایان را اشغال می نماید و طوری که شما صاحبکاران محترم می دانید، آب با صفت آشامیدنی یکی از عامل‌های مهمترین پیش از همه برای سلامتی انسان، اینچنین برای رشد صنعت کارکرد مخصوص استحصالات خوراکواری به حساب می رود. علاوه بر این خاطر نشان می نمایم که ذخیره های نمک آشی در تاجیکستان بیش از 72 میلیارد تانه را تشکیل می دهد که برای زیاده از 300 سال تأمین نمودن طلبات استعمالی تمام ساکنان سیاره به این نمود محصولات بسنده می باشد. ما تشبث سرمایه‌گذاران را وابسته به تأسیس مرکزهای لوجستیکی سبز با نیکی میپذیریم. تاجیکستان که 93% حدود آن کوهسار است و طبیعت ناتکرار دارد، برای تشکل نمودهای گوناگون سیاحی بخصوص کوهنوردی، سیاحی طبابتی و اکولوژی امکانیت‌های زیاد دارد. قطارکوه‌های زیبای تاجیکستان، شرشره‌های آب مصفا و دیگر منظره‌های بی‌نظیر جهانگردان را هر سال برای سیاحت به تاجیکستان جلب می‌نمایند و شماره سیاحان سال به سال افزایش می‌یابد. سال 2022 شماره سیاحانی که به تاجیکستان آمدند قریب به 1 میلیون نفر رسیده است و انتظار می رود که سال جاری این شماره 1,200,000 نفر را تشکیل خواهد کرد. در برابر این موجودیت نمودهای گوناگون گیاه‌های شفابخش در کوههای تاجیکستان برای رشد ساحه داروسازی امکانیت زیاد فراهم آورده است. وابسته به این تأکید می سازم که در قلمرو تاجیکستان زیاده از 5,000 نمود گیاه‌های شفابخش می روید. حکومت تاجیکستان آماده است که پیشنهادات سرمایه‌گذاران را جهت برآمدن همکاری‌های سودمند در سمت‌های افضلیت‌ناک ذکر گردیده بررسی کرده آنها را دستگیری نماید. از فرصت استفاده برده شما سرمایه‌گذاران گرامی را جهت راه اندازی همکاری زیست و سودمند و تأسیس دادن شرکت‌های مشترک در سمت‌های گوناگون دعوت می‌نمایم. حاضرین گرامی، با در نظر داشت امکانیت‌های ذکر شده، ما آمادگی خود را برای معین نمودن عنصرهای کلیدی همکاری درازمدت در اساس منفعت‌های متقابل ابراز می‌نماییم. از سرمایه‌گذاران در این فورم حضور داشته احترامانه دعوت به عمل می‌آوریم که در عملی سازی لایه‌های سرمایه‌گذاری و تجارتی هرچی بیشتر سهم گذارند. هر یک اقدام شما سرمایه‌گذاران و صاحبکاران محترم از جانب مقامات وکالتدار دولتی جانبداری پیدا خواهد کرد. با همه شما سلامتی و در فعالیت کاریتان برای موفقیت آرزو می نمایم.
سلامت باشید.